سلام، خوش اومدید به اولین اپیزود از آموزش برنامه‌نویسی وب. اینجا ما قراره چیکار کنیم؟ اینجا ما قراره به شما برنامه‌نویسی وب رو یاد بدیم تا بتونین وبسایت خودتون رو بزنین. در جلسه اول ما یک سری زبان رو نام میبریم که داخل پروژه‌هامون به کارمون میاد و باید اونا رو یاد بگیریم و بهشون مسلط بشیم. اولین زبان و مقدماتی زبان برای برنامه‌نویسی وب HTML. HTML شما اگر یک ماشین رو در نظر بگیرین، HTML به عنوان ستون اون ماشین و بدنه اون ماشین در نظر گرفته میشه و نیاز به مکمل هایی داره که مثلا به عنوان یک ماشین اون ماشین رو کامل کنه. پس شما الان این رو در نظر بگیرین که HTML یک ستونه برای خودروی ما. زبانهای دیگه هم وجود دارن مثل CSS که مثل روکش ماشینن، یعنی پوسته ظاهری یک ماشین هستن، مثل رنگش یا مدل طرحهایی که روی بدنه اون ماشین سوار میشه و چیزهای دیگه که CSS هم خیلی سخت نیست. یک دوره مقدماتی و یک دوره پیشرفته داره که ما داخل این دوره این زبان رو بهش مسلط میشیم و اونو یاد میگیریم. زبان بعدی ما زبان بوتسترپ که یک نمونه خلاصه شده از CSS که نسبتا هم آسونه. شما میتونین از داخل سایت HTML5 بیاین کدهاش رو بگیرین. HTML5 آپدیت ترین سایت برای گرفتن کد HTML و گرفتن CDN. زبان بعدی زبان تیلوینده. تیلوین یک نمونه آپدیت تر از اون زبان بوتسترپ، یعنی شما اگر از تیلوین CSS بخواین استفاده کنین خیلی میتونه بهتر از استفاده از بوتسترپ باشه. شما با استفاده از بوتسترپ و تیلوین میتونین سایتتون رو ریسپانسیو کنین. حالا ریسپانسیو یعنی چی؟ در ادامه بهش میرسیم، ولی یک توضیح مختصر و کوتاه میدم که شما سایت شما با توجه به اندازه نمایشگرتون، تعداد پیکسلاش، اندازش متغیر باشه. حالا در ادامه در اپیزودهای بعدی بهش میرسیم. زبان بعدی هم زبان JS یا همون جاوا اسکریپت که یکی از سخت‌ترین زبان‌هایی که داخل این دوره یاد میگیریم همینه که شاخه‌های زیادی داره و خیلی این زبان گسترده است. مثلا انگیولار JS، نود JS، باز خود انگیولار و کلی شاخه مختلف که داخلش ما جاوا اسکریپت و ریاکت JS رو یاد میگیریم. ریاکت JS اصلا خورد ریاکت JS این هم یه خورده سخته، اما باز ما داخل این دوره به شما یاد میدیم که چطور از این زبان ها استفاده کنیم. خب الان میخوایم یک کد ادیتور رو به شما معرفی کنیم که خیلی باش سر و کار داریم. ویژوال استودیو کد یکی از پرطرفدارترین و سبکترین کد ادیتورهای دنیا که برای شرکت مایکروسافت، حجمش خیلی کمه، راحت میتونید از سایتش به صورت رایگان دانلود کنید با یک سرچ ساده. یادتون باشه ویژوال استودیو کد، نه ویژوال استودیو. این دوتا فرقشون خیلی زیاده، چون ویژوال استودیو کد معمولا برای ران کردن کدای بک‌اند استفاده میشه. مثلا داخل بک‌اند شما تولید نرم افزار و برنامه انجام میدید. مثلا برای ران کردن پروژه سی شارپ شما به ویژوال استودیو خالی نیاز دارید.
و خیلی هم اون برنامه سنگینه و حجم زیادی داره. فکر کنم حدود 30-40 گیگ حتی بیشتر هم باشه نسخه های جدیدش. اما ویژوال استودیو کد بی دردسر و سبکه. شما میتونین از اینجا داخل این سایت دانلودش کنید یا حتی سایت های ایرانی مثل سافت 98 و غیره. حالا ما میریم داخل دسکتاپمون تا به شما یاد بدیم چجوری از این ادیتور استفاده کنیم. یکی از راهاش اینه که شما راست کلیک کنین، یک فولدر جدید باز کنین، حالا هر اسمی برای فولدرتون گذاشتین، میرین داخلش و یک راست کلیک دوباره میکنین و ترمینال رو باز میکنین یا همون CMD یا کامند پرامپت. یک اسپیس میزنین، کد رو تایپ میکنید و دوباره یه اسپیس، یه نقطه و اینتر رو میزنین و میبینین که داخل اون میتونیم داخل اون فولدر ما کد بزنیم و پروژه رو انجام بدیم. یا یک روش دیگه هم هستش که داخل تب اکسپلورر ویژوال استودیو کد ما بیایم اینجا و گزینه نیو فولدر رو بزنیم. مثلا اسم پوشم میذارم asets. الان یک پوشه برای من ایجاد شد که میتونم داخلش کد بزنم. حالا با باز کردن پروژه HTML مون شروع کنیم، یعنی در واقع ایجاد کردن اون. میایم داخل همین تب اکسپلورر و نیو فایل رو میزنیم. حالا یک اسم براش میذاریم، من میذارم index.html. یادتون باشه حتما نقطه بزنین و پسوند HTML بهش بدین تا فایل HTML تون ساخته شه. حالا یک اینتر میزنیم و میبینید که فایل HTML مون ساخته شد به همین راحتی. حالا برای بالا آوردن کدای اولیه فایل HTML مون 3 تا راه داریم. راه اول تایپ کردن کلمه DOC. حالا اینتر رو میزنیم و میبینیم کدای اولیه HTML مون خودش به صورت خودکار اومد. یا اینکه تایپ کردن HTML 2.5. بازم اینتر رو میزنیم و میبینیم که دوباره کدامون اومد. و کوتاه‌ترین راهش هم اینه که علامت تعجب بزنین و اینتر رو بزنین. یعنی در واقع شیفت رو بگیرین و تعجب رو بزنین. خب حالا ما کدای HTML مون رو داریم و میتونیم ازشون استفاده کنیم. بیاین با هج شروع کنیم که داخلش تایتل، متا نیم، ویو پورت و چیزهای مختلف داریم که ما فعلا به این دوتا کاری نداریم و به تایتل کار داریم. شما هر چی داخل این تگ تایتل تایپ بکنید اسم سایتتون میشه. یعنی در واقع شما اگه سایتتون رو داخل یک مرورگر اجرا بکنید اون بالا داخل تب اسم سایتتون میشه. مثلا من میذارم اسم سایت رو اپیزود 1. خب حالا میرسیم به بخش ران گرفتن کد. 2 تا راه داریم. یکی این که داخل این تب های بالا روی ران کلیک کنیم و ران ویزاوت دیباگینگ رو بزنیم. خودش هم اینجا گفته که میتونین از میانبر کنترل به علاوه F5 اضافه کنین. یا میتونین اینجا کلیک کنین یا کنترل F5. ببخشید کنترل F5. خب حالا بعد از زدن کنترل F5 یک صفحه وا میکنه که مرورگر خودتون رو برای ران کردن کدتون انتخاب کنید. معمولا بهترین مرورگر برای ران کردن کدهای HTML و یا حالا وبسایتتون کرومه. بهترین مرورگر دنیا به همین سادگی. یا هر مرورگر دیگه هم میتونید استفاده کنید اما کروم باز بهترینه. ما اینجا داخل کروم کلیک میکنیم و میبینیم که سایتمون ران شد. این بالا که ببینین ما اینجا تایپ کردیم اپیزود 1. اینجا هم نوشته اپیزود 1. یعنی پس اون تایتل داخل این نوشته بالا تاثیر داره. خب حالا میایم بیرون و
تگ های اولیه برای نوشتن پاراگراف و یا تکست داخل HTML رو بهتون میگیم. از تگ H1 تا H6 این تگ H هست و میتونین ازش استفاده کنین. حالا بذارین من تایپ کنم تا براتون توضیح بدم. H1 H2 H3 و هرچی میتونید داخلش تایپ کنین و H6. اوکی، این داخل سایتتون یه ریفرش میکنین و میبینین اینجا چند تا متن داریم پشت سر هم. هرچی رقم شما بزرگتر باشه، یعنی مثلا عدد 6 کوچکترین حالت این تگ هست و یا هرچی عددتون کوچکتر باشه، مثلا عدد 1، نوشتتون فونت سایزتون بزرگتره. میریم سراغ تگ بعدی، تگ پی، تگ پاراگراف. داخلش هرچی میتونین تایپ کنین. مثلا من مینویسم پی، یک سایز مشخص شده و ثابتی داره، اما شما میتونین مثلا با اتریبیوت استایل فونت سایز بهش بدین که الان به این توجه نکنید، من صرفا جهت این که به شما بگم دارم این کار میکنم. ببینید مثلا یه خورده سایزش بزرگتر شد، یا مثلا مینویسم 50 پیکسل، ببینید چقدر بزرگ شده و یک سایز مشخصی داره به هر حال. ولی این تگ ها معمولا امروزه استفاده نمیشن و کاربرد کمی دارن داخل سایت ها، بهتر ازشون استفاده نشه. اما ما داخل دوره مقدماتی به شما میگیم از این تگ ها استفاده کنیم. خب به نظر فکر کنم برای این جلسه کافی باشه. ما داخل جلسه های بعدی مباحث بیشتری توضیح میدیم، بیشتر بهتون HTML رو یاد میدیم و امیدوارم که تا اون موقع شاد و سرحال باشیم. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. تا اون موقع مراقب خودتون باشین.